پیکان ارسال رو انجام داد، فرصت، تیر دو، موقعیت، توپ گل شد یا نه قبلش آفساید. قبل اینکه ببینیم توپ از خط رد شده یا نه پرچم رو بالا برد، محسن سلطانی و آفساید رو اعلام کرد. ببینیم صحنه آهسته رو اینجا پسر رو فرستاد مهدی پور، یه بدن جلو بود آرمین سهرابیان. داور سوت میزنه، مهدی پور حالا میفرسته رو نقطه پنالتی، یه ضربه سر خطرناک. چه توپی گرفت محمد ناصری. رو ضربات ایستگاهی بی‌نظیرن شاگردای جواد نکونا. ببینیم ضربه سر رو آرمین سهرابیان زد و چقدر توپو خوب گرفت مهدی پور. حالا توپو میفرسته بازم به همون نقطه، یه ضربه سر و گل. گل برای استقلال. آرمین سهرابیان پرنده استقلالیاست تو این فصل از رقابت‌های لیگ برتر. 60مین دقیقه بازی، استقلال 1 پیکان 0. چه ضربه سری زد آرمین سهرابیان، اینجوری خوشحالیشو تقسیم میکنه با هوادارای استقلال تو ورزشگاه. گفتم از این ضربات خیلی خوب استفاده میکنن شاگردای نکونا. آرمین سهرابیان سومین گل فصلش رو به ثمر رسوند. مقابل ذوباهن و نساجی هم گل زد و بازم پاس دیدنی مهدی پور که 4مین پاس گل فصلش رو بده. اینجا این پرواز و این بار دیگه کاری از دستای محمد ناصری بر نمی اومد. نیم ساعت فرصت داره رضا عنایتی و تیمش تا به بازی برگردن. سامان نریمان جهان، آرش رضاوند. بازم فرصت برای پاسش اشتباه بود، به دردسر انداخت بازیکنای خودی رو. حرکت بازیکنای استقلال، پیمان بابایی درون محوطه، حالا ضربه‌شو میزنه. گل دوم برای استقلال. جلو این تیم و بازیکنی مثل پیمان بابایی اشتباه کنی اینجوری جریمه میشی. 2-0 برای استقلال. تیمشو متحول کرد تو نیمه دوم جواد نکونا. اشتباه سامان نریمان جهان، توپی که رسید به پیمان بابایی و قشنگ توپو جلو برد و دروازه محمد ناصری و پیکان رو باز کرد. این چهره پیمان بابایی. از اینجا کار شروع شد، خودش توپو جلو انداخت بین دو مدافع منصور باقری و امیرحسین صدقی. توپو عالی پیش برد، تک به تک شد با محمد ناصری و از زاویه موافق دروازه پیکان رو باز کرد. از این اما کاملا مشخصه چجوری توپ رفت تو دروازه پیکان. 2 تا تعویض میخوان انجام. ارتباط قطع کرد، یه اشتباه درون محوطه، فرصت است برای پیکان. ابراهیم صالحی یه سر توپ، یه ارسال به تیر دو، یه ضربه سر. چه توپی رو در آورد سید حسین حسینی. این دروازه کماکان بسته است مقابل پیکان. باز هم موقعیت دارن ثابت ایمانی، حالا این بار فنی تر توپو جمع میکنه سید حسین حسینی. چه موقعیتی بود این بار، اشتباه کوین یامگا، ضربه فلا، توپ از زاویه بسته با پاش گرفت. این ارسال، این ضربه سر رو هم زد امیر شهیم و تو 3 مرحله 3 واکنش خوب داشت سید حسین حسینی برای باز نشدن دروازش. اما تیمش انصافاً خوب بازی کرد مقابل استقلال تو ورزشگاه آزادی، مقابل هوادارهای پرشمارش. اما گفتم اسیر تجربه بازیکنای استقلال شد. 5 دقیقه وقت اضافه واسه نیمه دوم این بازی. اعتراض بازیکنای پیکان به تصمیم امیر سامان سلطانی. سعید مهری پشت توپه.
رضا عنایتی یه کارت زرد رو گرفت رفت وسط زمین. کارت قرمز هم باید بگیره احتمالا. آره کارت قرمز رو گرفت. چقدر عصبی شد رضا عنایتی. یه لحظه فکر کردم خود داره بزنه امیرسامان سلطانی و نیمکت نشینای پیکان از راه رسیدن و کنترلش کردن. اینجوری عصبی ندیده بودم رضا عنایتی رو. روی صحنه خطا احتمالا نظرش این بوده که آقا کمک نزدیکتر بوده خطا نگرفته، چرا آقای سلطانی خطا گرفته. پشت به تصویرم هست رضا عنایتی رو نمیشه لبخونی کرد که چی میگه اونجا. این صحنه رو فکر کنم خطا گرفت. آره میگه که این خطایی هم باشه خطای اونه. و ماحصل این اتفاقات اول یه کارت زرد بود، بعد کارت زرد دوم و اخراج رضا عنایتی. حالا آرومتر داره صحبت میکنه عنایتی با امیرسامان سلطانی. شاید در حال نگران اینه که بیشتر از این محروم بشه تو روزایی که تیمش خیلی نیاز داره به حضورش لب خط بمونه اونجا. اون سم بیرون برو. آره قرمز رو در آورد پشیمون شد. خب مشخص بود که کارت قرمز رو نشون داد به امیر در واقع رضا عنایتی، ولی در نهایت عوض کرد کارتش رو به همون کارت زرد اکتفا کرد. جریمه مجتبی حق دوست میبره سمت راست. بایرامی ارسال فرصت هست برای پیکان و گل. حالا بازی میشه 2-1 و بالاخره پیکان تو ورزشگاه آزادی به استقلال گل زد. پاس گل هم فکر کنم مرداد بایرامی داد که همین چند لحظه پیش به زمین اومد. سکوت تو ورزشگاه آزادی. رضا عنایتی هم لب خط مون تا گل تیمش رو ببینه. چقدر مونده؟ 5 دقیقه وقت اضافه اعلام شده بود. فکر کنم بازم حالا یه مقدار بیشتر بگیره وقت اضافه رو. و این امیر شهین بود که دروازه رو باز کرد.